رکس فاکس، شتا، راستا. Ambassador, why didn't you let a bachelor to go to your country? Was he a criminal or a killer? It's a sad you know, it's a matter you know. You're a person waiting for nothing, he won't let you go. You know that he has some goals in his life and the source of science in his mind, but he cannot develop his talent. At this time and it's like he's searching for something that he will never find. ایرانو ترک کردی با هزار امید، بازی لعنتی چرا واسه ادام برید؟ قاچاقی شدی تو وارد ترکیه، نذاشتم بپرسی دلیل حکیه. قصد داری از این طریق بری قلقا، ولی عاقبت تو میشه حسینا. نچشیدی طعم خوشی رو تو اصلا، ظرفیت افکار تو پر از غم شده، پر از درد، بسی مردد هستی مؤدب، باید مرتب بگی بیوگرافی تو از دردم. تو بودی توی اسارت، منتظری دعوت تو نه سفارت. میدونی جواب شیرین سفیر چیه؟ یه نامه زرده که دست پست چیه؟ استیناف من استیناف خوردم و پر غم وجودم. من هیچ وقت تو زندگی بازم نبودم، اما امید دارم به آینده هنوزم. آخه سب تا کی مگه من سنگ صبورم؟ خودم استیناف احتیاج دارم به دلداری، به هر جا که نگاه میکنم خودم تو پیدایی. مگه همین که تو انتظار بکنی یاری؟ ما استیناف خوردیم اما هنوزم خدا رو داری. He waited for when you find nothing and he wishes fire. I see he's fed up with life, he's so sick and tired. I see the result, he got disappointed now you in life. But he gets in troubles, he learned to be patient and fight. خودم استیناف احتیاج دارم به دلداری، به هر جا که نگاه میکنم خودم تو پیدایی. مگه همین که تو انتظار بکنی یاری؟ ما استیناف خوردیم اما هنوزم خدا رو داری. سفیری که سری زدی استیناف، میدونی بعد شنیدنش چه حسی داشت؟ واسه اومدن به کشور تو عشقی داشت، اما نیستی جاش که ببینی چه عشق کذبی داشت. تو پرسیدی ازم تک وطن چرا، منم جواب دادم داشتم فقط یه راه. نگو بازی میکردی تو واسم درام، دیگه در نمیاد تو ازم صدام. پیدات میزنم استیناف چرا؟ مگه این همه اشتیاق میشخند داره که استیناف میزنی پسر 18 ساله؟ حالا میره که تو لاک و حال خیشتن باشه، واسه افکار خامت بزا بیشتر. مایه این منم متولد 66 جمینم، میدونم چشیدم سختی از تو بیشتر. بعدم میاد از آدم های مست خیشتن، کی پازل سم نوشتم و پس و پیش کرد. همه مدیکالو میرن تا تست بشن، تو تازه شدی سوژه واسه نصف شهر. حس شب نداری بخوابی نصف شب، و این افکار نویده که تکس میشن. آره رکس فاکس این بار حرف حق و زده ای داد خوردن حق خلق و پس. دریات دلوش نخت میفتنش، کار تو به ندرت میگفتن. اما رکس فاکس اون مثل شیر وایستاده، جواب کار تو به زبون هیپ هاپ داده. قربت واسه امثال تو یه حرفه، حرمت داره حرفکی بفهمه. مهلت ندادی تو بهش یه ذره، زندگی دیگه حالا واسه چه زهره. شما یه شنونده اید و فقط به این آهنگ گوش دارید، ولی یه فرد استینافی نوید رکس فاکس.